به نام خدا. رست FRP موبایل ویوو. موبایل ویوو توسط آنلاکتر ما باز است. حالا از قسمت مدل برندی رو انتخاب میکنیم. مدل ویوو Y85 رو سرچ میکنیم و این رست رو میزنیم. بعد از زنیم تسپاین داره، باید باتریش خلاص کنیم و زیر همین ریبند باتری تسپاین وجود داره. ببینیم اینجا تسپاین جست. حالا بریم بگیریم تسپاینش رو. دقت کردین؟ اوکی تسپاین اینجا دقت کنیم. اوکی خب حالا بریم تسپاینش رو بگیریم که برای کامپیوتر وصل کنیم. این خب حالا تسپاینش رو میگیریم و کیبل رو بهش وصل میکنیم. حالا اونطور که مشاهده میکنیم برنامهش اجرا میشه. منتظر میمانیم. در زمان این پروگرام وقتی تسپاین میگیریم هرگز کیبل جدا نکنیم از موبایل. این کاربار که باشه با دادن بخیر رو نمیفهمم که چه رقم تیر شد. نه حتما میتون نره. اینم از میبینیم که کل برنامهش RP رسید همه چیزاش اوکی شده. اوکی عزیزان دل. اینم جیمیل FRP هارد رسید موبایل های ویوو، برند ویوو. این مدل Y85 هست. حتما دقت کنید و این بازم